السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاری از برادرها یگان مسئله های خلافی میشوند، از ما طلب میکنن چرا شما جواب نمیگویید و شما در همین میخوایم که شما جواب بگین، مخالفی ما هست یا اینکه دیگر گروه هایی که نو پیدا شدن گروه ها هستند و دیگر مسئله هایی که خلافی خیلی آشکار هست که امروز گروه ها بسیار شدگی هستند. برای چی ما جواب نمیگوییم؟ یکم مسئله این است که اون مسئله ها آشکار هستند در نزد اهل سلف و گفتن گذاشتن، خاصا مذاهب اربعه که اونم علاقه بر وقت دلیل ها رو ذکر کردن. دیگر که ما جواب بگیم نگیم و مردم علاقه خبر دارن غالبش، اما میخوان که بحث گوش براندازن. این جایز نیست. حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرماید که من تعلم العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیه ادخله الله جهنم. این حدیث صحیح است و دیگر با حاکم هم صحیح گفته است. با حدیث نیز ترمذی آمده است و طبرانی و بیهقی دیگرها هم روایت کرده هستند. اگر این لفظش معناش اگر در قول باشد، اما معناش علما اتفاق هستند که صحیح است، که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرماید که من طلب العلم لیجاری به العلماء او یماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیه ادخله الله النار گفته است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرماید که هر کس طلب علم کند تا که به اون بحث کند، به همه علما قطعی جنگ جدال کند، یا که جنگ جدال کند کشمکش کند به همون بی عقل ها، قطعی صفا گفته کم عقل میگن، یعنی که قطعی همین بی عقل ها هستن، اونها انسان ها هستن، کم عقل هستن. اونها علم بگیم از بدایتش به جنگ جنجال شروع کردن. ما استادهای اونها را دیدیم که میگه شما این خیلی بگوید، شما این خیلی بگوید، اون مذهب این خیلی است، اون مذهب این خیلی است، این فلانی عالم اهل بدعت است، اهل شرک است. همین خیلی تعلیم گرفتن اونها همون شیخ هاشون بگن صفه ها هستن. دیگه جواب گفتن اونها ضرور نیست. دیگه اگر ما جواب بگیم بسیار قدر کشمکش زیادی بعد کنیم، در تحت همین حدیث اهل دوزخ میدریم. او یصرف به وجوه الناس، یا که میخوان که روی های مردم به طرف خودشان بر بگردونن، ادخله الله النار، الله پاک اونها را داخل دوزخ میکند. و در دیگه جمعه که ادخله الله جهنم، آنها را داخل ادخله الله گفته داخل میکنه، او را الله جهنم دوزخ داخل میکند. خلاصه اگر مجموعه همین حدیث ها، بسیار حدیث ها در این موضوع زیاد هست که طلب علمی و علم گرفته به خاطر جنگ و جدال باشد، به خاطر حکم کردن بر بالای علما باشد، به خاطر حکم کردن در ضد اهل علم باشد و دائم گفته چه امروز اصطلاحش از اتویت برای تمام بگیم اهل علم باشد و یک مذهبی که 1400 سال و دیگر زیادتر کمتر آمد به امروز رسید، تو اونم میخیزی امروز کودکی دیروزه بگیم اون جواب میگویی؟ اصلا تو در علم حدیثی خبر نداری، از فقه خبر نداری، دلیل هم مذهب نمیدونی. حتی ما بسیار اونها رو گوش میاندازم از ضرورت که من میفرستم بعضی ثبت‌ها میگه همین رو گوش کن که این چی معنی داره گپی اون. همین گپای بی معنی، سفسطه، گپای پوچ بی معنی گپ میزنن. یک نفری که بعد اونها بگیم 1300 1400 سال بعد اومده است، یک کودک از یگان علم ندارد، خیسته اونها رو جواب میدهد. این نفر دوزخی هست. موافق حدیث ها این گروه‌هایی که نو پیدا شدن که اهل علم جواب میگن، اونها اهل علم جواب نمیگن، اونها اهل سلف رد کردیسن، اهل سلف حکم کردیسن. به خاطر کس نمیدونه که اهل علم گپ زدن، اونها از اهل سلف انتقال کردیسن، نقل کردیسن گپاشونا، نمیفهمه داخل چورا، فکر میکنه که همون در منبر شش همون گپ زد از پیش خودش. یا یک مثلا ما صحبت میکنیم فکر میکنه ما از پیش خودمون گپ زدیم، ما مجتهد نیستیم که شما وارد شما دعوا کسی مجتهد باشین، همچنان که از قرآن و سنت میفهمیده باشین به یگان واسطه مثلا گمان میکنین که خودتون خیلی مجتهد هستیم. ما خیلی نیستیم، اون گمان ما نمیکنیم. ما انیق و یقین داریم که ما نه مجتهد هستیم نه عالم هستیم. ما یک پیروی از اهل سلف میکنیم و دیگر که اونها چیزی گفتن ما به مردم میرسونیم. اما رنگ شما خسته مثلا هر گروهی که نباشد ما اونها جواب نمیگیم، با توجهی که اهل مذاهب که ائمه اربعه بگیم اونها اهل سنت و جماعت اتفاق هستند و پیروای آنها که بعدی آنها متأخرین دارن اونها اتفاق هستند که قبول هستند نزد اهل سنت و جماعت همه اتفاق داره. در مذهب شافعی متقدمین هستند، متأخرین هستند. در مذهب امام اعظم متقدمین هستند، متأخرین هستند. در مذهب شافعی در فتوای قدیم هست، فتوای جدید هست. در مذهب احناف چی است؟ مثلا قول متقدمین هست با قول متأخرین هست که راجح هستند. به خاطر اینکه آنها تمام سخن ها را جمع میکنن، قول راجح به ما و شما بیان میکنن. سببش در چی بود؟ ما جواب نمیگیم به آنها. سبب در این است که آنها صوفه ها هستند، کم عقل و کم علم هستند. آنها جواب گفتن به آنها کشاکش کردن، این علامت دوزخی بودن است. الله پاک هم ما شما را هدایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.